خدا و راستی بعضی وقتا همی تو دلم میشه خوب دو بزنم. او مردمی که تعلیم یافته باشه، او مردمی که عقل و شعورش کار کنه، همین سوال شما از خودتان کنید. اینا اگر لیدر باشه، اینا اگر لیدر می بود، بیادر این سیاسی حریفی که داره اینا را اساید میمانه، کلشان میایه کدتان استاد میشه. خدا و راستی اینا هر ویدیوی خود که اپلود میکنه یا تقریر میکنه یا کدام سخنرانی میکنه، قاشای خود ترش گرفته گپ میزنه که مردم باور کنه. من طرف بادی لنگویج سعی میکنم، طرف گپ زدنش سعی میکنم، برای من همون وقت دروغ معلوم میشه. شما سر عقل خود هیچ فشارم نمیارین. بیادر یکش دنامی بیادر دین بازی میته، دیگهش دنامی قومی. از خودتان سوال کنید. یک لیدری که لیدر باشه بیادر خدا و راستی برای قوم خود کار میکنه، قوم خود رای صحیح نشان میده. اینا کلش خانه پوری میکنه. و بیادر من کلگی از اینا رو ویدیویش دیدم، کلگی از اینا دروغ میزنم. من چرا گفتم هیچ کدام از اینا رو ورد ندید؟ برای چی گفتم؟ بچه سایکو اینا کلش نالش است. امینا که سر زرداری ترست داره، بسته سالها را ترست کردن. برایشان کار شده؟ یک کجا زندگیشان تبدیل شده، چینج شده؟ نه، بازی خوردن. اونایش که سر نواز شریف ترست داره، زندگی از اونا کدام تبدیلی آمده؟ نه، بازی خورده. او بیادر از خودتان سوال کنید. همین آره که شما لیدر میگین چی نویش باشه چی کنیش، گپ زدن خود نمیفهمه. او مردم اینا که گپ زدن خود نفهمه، بیادر شما سر از اینا چطور ترست میکنه که اینا؟ و بیادر او مردم جاهل اگر لالیچی شود، گریدی شود، اونا فقط پیسه را فکر میکنه. خدا و راستی نمی پیسه است، از خاطر پیسه شاید یک دیگه خور یک روز کدام روز بزنم. میفهمی؟ چون جاهل مردم هست. بیادر اینا نه در خوردن خود میفهمه، نه در پوشیدن خود، نه در گپ زدن خود. آمده لیدر میگه خدا. بیادر او دیگه چی میگه؟ میگه من میگم گستو شما بگین ملی اشمیکو گستو. اینا هم بود تو گسفنده از پشتش گستو امی سایکوت. از برای خدا و مردم شما رشخند هستین، رشخند. خدا و راستی رشخند هستین. باز میگم بوندا تو آواز بال نمینه. بوندا که خدا و راستی 100 کار خوب کنه، شما خدا و راستی یکتان دیادتان نیست. بیادر امی یک کار قراب کنه، خدا و راستی بسته عمر شما دیادتان است. خیالتان آبارین، من صدقیتان.